درود بر شما خانم سیمین بهبهانی عزیز، روزتون به شادی و خسته نباشید. از طرف کمپین برای آزادی فریبرز رئیس دانا زنگ میزنم. امروز مطلع شدم که شما هم به کمپین پیوستید. با توجه به دوستی و آشنایی شما با فریبرز رئیس دانا، اگر پیام خاصی برای کمپین دارین خواهش میکنم لطف کنید بفرمایید. بله حتما. اولا سلام و درود خودم رو خدمت همه دوستان و شما و همه عزیزان ایرانی و دوستان و هموطنان و افراد آلمانی و همه جهان تقدیم میکنم و عرض میکنم خدمتتون که گرفتاری آقای رئیس دانا بسیار بسیار عمل ناجور و ناپسندی بود، برای اینکه ایشون فردی هستن تحصیل کرده و صاحب نظر. اگر صاحب نظری نظر خودش رو ندهد دنیا کن فیکون خواهد شد. برای اینکه ما باید بدانیم چه کار میکنیم و یک نفر وارد هست به کار ما اظهار نظر بکنه. ما باید اظهار نظرها توجه بکنیم. گناه آقای رئیس دانا فقط اظهار نظر بوده و من فکر میکنم که اظهار نظر کردن جزاش گرفتن و زندان کردن نیست. این بسیار کار بدی هست و من امیدوارم هر چه زودتر آقای رئیس دانا از این زندان خلاص بشه. من پیام خودم رو تقدیم کمپین شما میکنم و میگویم که مخالفم با گرفتاری ایشون. حق ایشون گرفتار شدن نبوده و بایستی آزاد بشن و هر صاحب نظری هم نظر خودش را بایستی اظهار بکنه. اگر قابل قبول بود که پذیرفته می شود خود به خود و اگر هم قابل قبول نبود که رد میشه. این دیگر بند و زندان و از این جور چیزها لازم نداره. بنابراین من آرزو میکنم که هر چه زودتر آقای دکتر رئیس دانا از زندان آزاد بشه و به زندگی خودش، خانوادهش، بچهش بازگرد. سرکار خانم بهبهانی عزیز، از پیام شما و اعلام همبستگیتون و فرصتی که در اختیار من گذاشتید بی نهایت سپاسگزارم. پرتوان باشید و شب و روزتون به شادی.